از تیراندازی و ترکیش مین و موشک‌ها شب 27 و 28 ینور در دهات مرزی شهر اسفره 2 نفر کشته و زیاد از 10 نفر زخمی شدند. یکی از کشته شدگان راننده ماشین یاری تجلی عبداللطیف شریفوی 58 ساله زمان بهلاکت است که به کمک زخمیان می‌شتافت. ساکنان طلب دارند به او جایزه دولتی داده شود. گفته می شود که او را قصداً هدف قرار دادند. همچنین دو کارمند حکومت شهر اسفره که در این نقلیات قرار داشتند آسیب جدی جسمانی گرفته در بیمارخانه مرکزی جراحی شدند. با جراحت برداشتگان که در بین نظامیان هم هستند پزشکان هنوز اجازه صحبت ندادند. پیوندان قربانی دیگر آبیجان تویچیف بعد مرگ مفاجئش روز جمعه ماتم گرفتند و به قول آنها او در روی حولیش از ترکش مینه یا موشک شدیداً زخمی شده جان باخته است. حتی پیشتر اومدن که یک چیز ملویم پوچاک برسی توریک سوید نه تلفن فنارچی دارم یک نظر دیدم که همینجا کی خور افتاد و گشما پیششون سق خوب تلفن ما تا همینجا کی خور افتاد گفتم می‌نویسم این چیز من دکتری چیزی نمیتونم هر بار بیام بینم ها دوکاس اینجا بود رو شده میسوی سوریم بود این چیز دکتر اومدن فردوندن اومدن دیدن و уже همین زدن زمانه اونم уже تموم شده دیگه هلاک شده که پاله گردوندیم که уже باش فهمیدیم که خیلی میاد. در این واقعه همچنین منزل ساکنان و انشاءات دولتی آسیب دید. به گفته سران جماعت چارکو تنها در 2 دهه این جماعت خواجه علا و سامانیان حدود 20 حوله قسمت و پره خراب گردیده. همچنین یک بنگاه طبی دهه سامانیان، ماشین یاری تجلی بیمارخانه مرکزی و یک نقلیات شبکه‌های برقی این منطقه آسیب جدی دیدند. همچنین ناقل‌های برقی نیز کنده شده و نصف زیاد اهالی این جماعت تقریباً یک شبانه روز بی برق ماندند. نظام‌الدین باباєв ساکن دهه خواجه علا و چند ضرردیده دیگر به رادیو آزادی نقل کردند که حادثه تخریب حولی‌هایشان چگونه صورت گرفت. ما همه خواننده بودیم قطعه اویلا. ما خواننده خانه‌چان شدگی بودیم. ساعت همین 8:30 همین بین 7 تا 8 تاویه همین خیلی حادثه روی داد. تاریک همین سر هم بینیم که همه جا همه خیلی شکستگی و لنگول سنایرات زدگی اینجا با مینامیات کتی نه سیمو کنده شدگی همه جا اسکانکا دیوالو تریزه و خانه هم زدگی اسکانکا شب دوی شب مینامیات که زدن و بیخوابیدم و عدلن داگیتال دم سهار کشتیم 5 سال تقریبا چند در خانه سوخته یک در خونه همش پونی سو در اینجا در شفنیر و سروی تنی نوام بود پر لیبوسوی نوام بود رسیب من میبراتی که پلوم بود پلوم سوخته برای در اینجا شیشته هم تقریبا چند پول به ضرر دیده کن از روی حسابای خودتون؟ در حسابای خودم ساعت پلوم بود من بلیت میگیتی بودم بلیتم اسپی نکردم نواسیگم پلوم سوخته را 100,000 روبل زد و خورد مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان شام 27 ینور پس از آن روی داد که مقامات دو کشور یکدیگر را به راهبندی گناهکار کردند. مقامات دو کشور نیمه شب گذشته درباره آتشبس کامل در مرز خبر دادند. طبق این موافقه هر دو جانب نیرو و تکنیک‌های اضافی را از مرز بیرون میبرند. شاهراه بادکن اصفهان را میکشند و در مرز پاسبانی مشترک تشکیل میکنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.